بر زبان ای تاجیکستان چون شعر داستان ای تاجیکستان گل باغ جاویدان ای تاجیکستان نهروی جسم جان ای تاجیکستان نام تو بر زبان ای تاجیکستان چون شعر داستان جان بزرگان را بزرگان زنده می دارند. چهره های ماندگار شناخت فرزندان برامند وطن از کتاب پیشوای ملت امام علی رحمان. خاطره نیک فرزند صادق خلق تاجیک نصرت الله محسوم و دیگر اربابان برجسته دولتی از جمله منور شاگدایف، تاج‌الدین عیسایف، باقی رحیمزاده، میرزا رحمتов، محمدالله خالف، منور شاه نظریف نه تنها برای ساکنان وادی رشت بلکه برای تمام مردم تاجیک عزیز است، زیرا آنها به خاطر پیشرفت دولت و ملت تاجیک صادقانه خدمت کردند و نامشان هیچگاه از یاد خلق نخواهد رفت. در شرایط کنونی کشورمان باید هر یک فرد باننگ و ناموس مثل مردان فداکاری که نام نیکشان ذکر شد